ملاقات ما و شما در عرفه جشن استقلال دولتی برگزار می‌گردد. فرارسی این جشن بزرگ و مقدس ملیمان را به مردم مملکت از جمله به ساکنان زحمتکاران ناحیه اش صمیمانه تبریک گفته و تمام مردم سربلند ولایت سوخت بخصوص ناحیه اش برای سهم ارزنده‌شان در کارهای آبادانی و بنیادکاری و اجرای سریع سپارش‌های حکومت مملکت منتداری بیان می‌نمایم. مردم سربلند ناحیه اش در دایره پیشبرد سیاست سازنده حکومت مملکت به خاطر استقبال سزاوار سالگرد استقلال وطن محبوبمان اهلانه زحمت کشیده در همه ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی با نتیجه‌های نظررس نائل شده ایستادند. در دوام 3 سال اخیر در ناحیه 850 انشاءات با مبلغ عمومی زیاده از 160 میلیون سومانی ساخته به استفاده داده شده است و نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بر زیاد تأمین گردیده است. این دستاورد باعث احسان و نمونه عبرت برای دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت می باشد. برای سعی و تلاش وطن دوستانه به ساکنان همت بلند، صاحبکاران باننگ و ناموس و فعالان ناحیه اش یک جهان تشکر و منتداری خود را بیان می نمایم. ما ضمن سفر نوبتی به ناحیه اش به فعالیت یکچند انشاءات استحصالی و اجتماعی از جمله میدان نشان دولتی، کارخانه‌های نساجی، فرم‌های چاره‌داری و پرنده پروری، مجمع ورزش و مرکز سودا و خدمت‌رسانی آغاز بخشیده شاهد وسعت کارها در یک قطار انشاءات دیگر گردیدیم. باید گفت که ساکنان ناحیه مخصوصاً صاحبکاران باننگ و ناموسیان با کار و فعالیت صادقانه‌شان در عملی سازی هدف‌های استراتژی مملکت در جاده رشد ساحه‌های صنعت و کشاورزی، بنیاد راه و پل‌ها، انشاءات معارف و تندرستی و دیگر ساحه‌ها سهم وطن دوستانه خود را داشته ایستادند. در نتیجه چنین اقدامات وطن دوستانه برای اهالی تا امروز جایهای زیاد کاری تأسیس داده شدند. تنها در 5 سال اخیر از جانب صاحبکاران در ناحیه 20 کارخانه نوی صنعتی مورد استفاده قرار داده شده. در آنها زیاده از 1000 نفر ساکنان ناحیه با جای نوی کاری تامین گردیدند و شرایط زندگیشان را بهتر نمودند. باعث قناعتمندی است که امروز 2 کارخانه نو یعنی کارخانه های نساجی جمعیت مسئولیتش محدود صنعتی است با زیاده از 700 جای کاری و فعالیت استحصالی شروع نمودند. شما می توانید کدام نباشد بعد ببینید از دیدن کنید از استحصالی محصولات های کارخانه ها و از خودی تکنولوژی های پیشقدم جهانی و از شرایط کاری اساساً بانوان کار کرده ایستاده است. چقدر نفر مردم ناحیه اش سطح و صفتی زندگیشان خوبتر و بهتر بود. با فعالیت آغاز کردن کارخانه‌های ذکر شده باعث به شغل پرمحصول فرا گرفتن زنان و بانوان این ناحیه دوردستی کشور می‌گردد. کارخانه‌های مذکور با سرمایه وطنی در حجم بیش از 90 میلیون سومانی بنیاد گردیده اقتدار شبانه روزی آنها کارکرد 15 تن نخ فخته را تشکیل می‌دهد. یعنی اقتدار بنیاد شده
امکان میدهد که حجم پخته در نایه استحصال شونده در خود نایه کارکرد شود. من حالا سپارش دادم آینده باز دو سه کارخانه دیگر می شود که خود ریشه که استحصال می شود تا محصولات نهایی تیار این با هزارها جای کاری دیگر می شود. بعدی 2 سال 2.5 سال این کارخانه نیز به استفاده داده می شود. قابل ذکر است که در دایره راه اندازی نقشه و برنامه‌های رشد استحصال صنعتی کارخانه‌های ذکر شده با تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته مجهز گردیده مال‌های استحصال شونده با صفت بلند و جوگوی با استانداردهای بازار داخلی و خارجی به فروش برآورده می‌شوند. ضمن بازدید از فعالیت این کارخانه و نمایش محصولات آنها برابران کارخانه دستور داده شد که کار را در سمت زیاد نمودن نامگوی مالها و برآمدن کارکرد پوره نرخ پخته تا استحصال محصولات نهایی صنعتی با ارزش بلند الهه شده با سمت تقویت باشد. برابریت نایه صاحبکاران مردم یک جان تشکر من بیان کردم از نام حکومت جمهوری داعشستان از نام خود نقشه را اجرا کردیم کاری نه است. رحمت. این اولین شهر نایه مملکت است که نقشه های ویرشون را پیش رساند. در 2 سال آینده نه کم از 15 کارخانه استحصالی دیگر بنیاد کرده در یک جایگی با صاحبکاران برای مردم برای کار پیشنهاد میکنید. پوره نرخ پخته ای که در ولایت هست رئیس ولایت شما در 2.5 سال مهلت 1 کیلوگرم پخته را از حدود ولایت دیگر کارکرد نکرده نمیبرارید. یعنی در هر یک شهر و ناحیه پختکار ولایت چنین کارخانه های نساجی را رساندگی بافندگی را تشکیل میکنید با صاحب کارا که استحصال پخته خودی را در داخل ناحیه برآورده هم جای کاری هم سرچشمه درآمد بودجه شهر و ناحیه میشه هم محصولات تیار هم بازار داخلی را تامین میکنید هم با صادرات. همزمان با این ضرور است که دایر و بهتر کردن شرایط معیشی کارمندان بنیاد کودکستان و با تعلیم و تربیت فرا گرفتن فرزندان آنها تدبیرهای ضروری اندیشیده شوند. با استفاده از فرصت بار دیگر به صاحبکاران باننگ ناموسی وطن از جمله صاحبکاران ناحیه اشت برای کارهای سازندگی و بنیادکاریشان منتداری حکومت مملکت را بیان کرده یک مسئله را خاطر رسان می نمایم. وطنداری و وطنسازی افتخار بزرگ و در برابر این قرض فرزندی هر یک شهروند تاجیکستان از جمله شما صاحبکاران می باشد. با وجود مشکلات و مانعهای زیاد که اکثر شما در یاد دارید ما در یک دوره نه چندان طولانی تاریخی دولت تاجیکستان را از ورطه نابودی و ملت تاجیک را از خطر پراکندگی رها کرده و یک کشور واحد و دولت صاحب استقلالی در عرصه عالم اعتراف شده تبدیل دادیم. واقعه و حادثه های جهان امروزه ثابت می نمایند که وطن برای هر یک انسانی با ننگ و ناموس وطن است و برابر با مادر می باشد. یگان کشور دیگر آن را عوض کردن نمی تواند و کفالت امن و آسودگی شهروندان و پیشرفت و ترقیات مملکت و دولت دیگر را تامین نمی کند. بنابراین هر یک شما صاحبکاران وطندار و وطن دوست کشور را دعوت می نمایم که هر امکانیت و اقتداری که دارید برای آبادی وطن خویش خصوصا بنیاد کارخانه و کارگاه های استحصالی و تشکیل جایهای کاری برای هموطنان خود سفربر نمایید. باید گفت که در 7 ماه سال جاری در حدود ولایت سوت بیش از 100 کارخانه نوی صنعتی
به استفاده داده شده است که اکثری آنها با صنعت کارکرد راست می آید. ولی در سمت رسیدن به هدف صنعت کنونی با صورت مملکت و تامین نمودن شغل پرمحصول در ولایت امکانیت و ذخیره های استفاده نشده حالا هم خیلی و خیلی زیاد می باشد. در 7 ماه سال جاری سرعت رشد در زیر ساحه صنعت کارکرد همگی 7.7% از جمله استحصال خوراکواری 5% را تشکیل داده است که با طلبات نقشه و برنامه‌های رشد صنعت مملکت جایگزین است. در شهر نایای ولایت برای بنیاد کارخانه و کارگاه‌ها در سمت کارکرد ذخیره‌های طبیعی و محصولات کشاورزی استحصال محصولات صنعتی دارای ارزش بلندی اضافه شده از جمله مسائل ساختمان، خوراکواری و داروواری از گیاه‌های شفابخش اینچنین رشد سیاحی امکانیت‌های فراوان موجود است. حاضرین گرامی، ما امروز اینچنین در ناحیه 8 با جریان کارها در جمعیت مسئولیتش محدود رخشانه در سمت رشد چارواپروری و پرنده پروری و ماهی پروری شناس شده. در جمعیت مذکور مرغ گوشتی و چاروای کلان پرورش کرده می شود که برای تامین نمودن بازار استعمالی با محصولات خوش صفت با نرخ دسترس و در حفظ امنیت آزکواری سهم می‌گذارد. پرورش ماهی در این جمعیت به طور سوپر اینتنسیوی برآمده شده است و علاوه بر امروز به پرنده پروری یعنی استحصال باز یک نوع گوشت پرهیزی آغاز بخشیده شد. یعنی مرغابی که اگر کدامتون آشنایی داشته باشین اوتکا پاپیکینسی میگن تیار میکنن. همین نمود در یک مهلت کوتاه در این حوضهایی که ماهی پروری کرده میشه وقتی شنا کردن کیسترات پیدا میشن ماهی تیز کلان میشه. برای رشد سیاحی بهترین جا من مریا خدمت کردم در بحر نکه چونی پرورش ماهی را در کلها در بسیار دنیا را گشتم نودیدم. سوپر اینتنسیوی یعنی ماهی که در یک هست پیش در 2 سال کلان شده و فروش برآورده میشد برای استعمال حالا در 1 سال هم پرنده پریزی پرورش کرده میشه هم ماهی آبی تازه بسیار بالعزت است مخصوصا برای پرهیزگاری اونایی که کسلی قند دارن اونایی که کسلی های قلب دارن اونایی که کسلی های فربگی دارن برای سلامتی انسان فایدهش کلان. در 5 سال آخر استحصال ماهی در ناحیه بیش از 16 برابر افزوده است که این نشان دهنده خیلی خوب میباشد. تنها در 7 ماه سال 2024 اهمیتتان 48% استحصال گوشت ماهی ولایت به ناحیه 8 راست می آید و استحصال گوشت پرنده در ناحیه نسبت به همین دوره سال گذشته 5.2 برابر افزوده است که باعث احسان می باشد. امروز گوشت ماهی ناحیه 8 در بازار میرگان در شهر دوشنبه همین شخص را صاحبکار دوره کار کردنش 10 سال منصبداران ساختارهای مقامات ناحیه و ولایت جمهوری گرداندند در بدر اداره گشتند برای زمینای همون شور زمینای پرتا و گرفته برای حوزه پرورش ماهی کردند. وقتی حجت ها به من رسید من در وقتی سفرم آشنایی پیدا کردم من اجازت دادم در همونجا 45 نفر صاحب جای کار حساب کنید 1 سال گذشته 400 تن ماهی با فروش برآورد. از این پایان حوزهایی که ما وضع کردیم من چخماق قطعی آمدم رئیس ولایت نشان دادم من نگاه کن صدها گکتر زمینی که سابق آبیاری شده بود کیش میکردن زراعت حالا از سبب بلند شدن نمک آبی زیر زمینی پرتو هیچی نیست
من سپارش دادم که اگر سایه کارا پیدا شوند این زمینه استفاده بردن در کار ثمرناک آب داریم جای کاری می شود این 3 سال محصولات می شود داخل تامین شد صادرات میکنند زیاد شد ارزان می شود اینچنین از جانب جمعیت رخشانه برای بهتر نمودن زمینهای کارم با آب پالیزی زیاده از 7 کیلومتر خط آبرسانی با پایگاه آبکشی بنیاد گردیده است که در نتیجه آبرسانی زیاده از 100 هکتار زمین بهتر و 120 هکتار زمین پرتو با گردش کشاورزی وارد کرده شده است. حکومت مملکت با در نظر داشت امکانیت‌های موجوده در جاده عملی سازی هدف استراتژی ملی عاید به حفظ امنیت غذاخوری و تامین نمودن فراوانی بازار استعمالی کشور با محصولات استحصال خودی مجموعه تدبیرهای مشخص را راه اندازی کرده ایستاده است. در نتیجه حالا در تاجیکستان تامینات با محصولات اساسی غذاخوری استحصال با 85% رسانیده بخصوص استحصال گوشت و شیر با معیارهای استعمالی مطابق گردانیده شده است. ما گوشت وارد نمیکنیم دیگر گوشت مرغ نه گوشت گاو استحصال خودی وطن زمان گذشته تا 160-180 هزار تن گوشت از کشورهای دیگر وارد میشد و تاجیکستان کارتوشکا تا 200 هزار تن استحصال کارتوشکا در مملکت با زیاده از 1 میلیون تن 1 میلیون و 200 تا 1 میلیون و 400 هزار تن رسید. از همه سالهای زمان گذشته سالهای بهترین حاصل بلند گرفتگی 160 هزار تن نخداتون مقایسه کنید. لیکن از لحاظ دیگر بعضا میگیم زمستان نر بالا میرود یا کم برای آنکه استحصال در دریاز حاصل ناک ما بلند نیست یک سبب دیگر هم دارد. یک بار ما اندیشه کنیم سال 90 اهالی ما 91 چند میلیون بودیم حاضر چند میلیون است زیاده از 2 برابر زیاد شدیم. این 2 برابر زیاد شدن چی؟ استعمال میکند استعمالات زیاد میشه. با دستگیری های دولتی و پیشنهاد امتیازهای مشخص ساحه پرنده پروری تدریجا رشد یافته تنها در 6 سال آخر در کشور شماره کارخانه های ساحه 3.5 برابر حجم استحصال تخم 3.6 و گوشت پرنده 7.3 برابر افزوده است. ولی امکانیت و واسطه‌های استفاده نشده دایر بر رشد ساحه‌های پرنده پروری و ماهی پروری و با این وسیله تامین نمودن بازار استعمالی کشور با این نمودهای محصولات تشکیل سیاحی گاسترونومی و تأسیس جاهای نوی کاری از این حساب در اکثر شهرهای مملکت خیلی زیاد می باشد. بنابراین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها شهرهای مملکت وزارت کشاورزی و دیگر وزارت اداره مربوطه باید جهت برابر داشتن محصول ناکی ساحه کشاورزی تمام تدبیرهای ضروری را عملی نماید. ضرور است که در سمت کم کردن تلفات سرشمار پرنده و با این وسیله زیاد نمودن استحصال محصولات ساحه اینچنین با استفاده تجربه پیشقدم وسعت بخشیدن و تشکیل کارخانه‌های پرنده پروری و ماهی پروری چاره‌های مشخص اندیشیده شود. همزمان با این ضرور است که برای بلند برداشتن حاصل خیزی زمین و حاصل ناک زراعت‌ها اصول‌های نوی آبیاری زمین‌های کشاورزی استفاده تخمی‌های اعلی صفت تکنولوژی‌های معاصر و نوری‌های معدنی و طور وسیع برآمده مانده شد. تجربه عاید به استفاده ثمرناک آب و زمین از جمله کشت تکراری زراعت‌های کشاورزی با اصول آبیاری قطرگی در خواجگی دهقانی عبدالجبار ناحیه اشت یکی از مثال‌های مدنیتی بلند استفاده زمین به حساب می‌رود.
رهبریت خواجگی با خرج 5,000,000 سومانی و بنیاد حوزه آب باغجویش 1400 متر مکعب آبیاری قطرگی را برای 7.5 هکتار باغات و همزمان با این کشتی تکراری 14 نمود زراعت برای مانده است. گرفتن حاصل بلند زراعت‌های گوناگون نه تنها از شرایط زمین و اقلیم منطقه علایده بلکه از جد و جهت دهقان اصیل وابسته میباشد. ما مثال برآمدن پرورش خوش را در ناحیه دیده بودیم. تنها در 3 سال اخیر میدان حاصل دهنده خوش در ناحیه 70% و این 3 سال این نمود محصولات 2 برابر افزوده است. این بسیار کاری است. در 2 سال اخیر در ناحیه اش 3,000 تن خوش استحصال گردیده. از آن مستقیما از ناحیه 400 تن به خارج کشور صادرات و باقی مانده به دیگر منطقه‌های کشورمان برای کار کرد، بندوبست و صادرات میوه انتقال داده شده است. یعنی افزایش استحصال این نمود محصولات نه تنها برای به شغل فرا گرفتن ساکنان ناحیه اش بلکه به زیاد شدن جایهای کاری در دیگر شهر و ناحیه‌های کشور مساعدت نموده است. وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان رهبریت ولایت و ناحیه مشاور پرزیدنت حکمت لازاده وابسته است نماینده حکومت هم سمینار خوشپروری هم کنفرانس سمینار ماهی پروری در ناحیه اشک گذرانده شود با اشتراک معاونان رئیسای شهر ناحیه این مملکت دایر به ساحه کشاورزی و رهبران خواجگی‌ها که با پرورش ماهی مشغول هستند. نشان دهید، ببینند، فهمانید با کدام راه متخصصا گپ زنند، چیکار کردند، چی وای شد، چند قدر وای دارد، چی ثمرانکی دارد. از یک حوض 45 تن ماهی در یک سال در دیگر زمینی شد 100 هکتار زمین خوش پرورش کردن سال آینده حاصل نمی‌دهد. جای کاری صادرات محصولات دیگر شهر و ناحیه باید یاد گیرند. دو طرفی راه چقدر زیبا خوشبست است. از 15 تا 30-40 سامان نرخ دارد حاضر در خود همین ناحیه برای مردم فایده آور است. در نزد حولیگی‌ها می‌بینم خوش پرورش می‌کنند. دو طرفی راه‌ها در بعضی باغ‌های کلانسال خوش شده. شرایط اقلیم ناحیه اش برای رشد ساحه باغداری مساعد بوده. در ناحیه میدان باغ‌ها در همه شکل‌های خواجگی‌داری قریب 20,000 هکتار را تشکیل می‌دهد. تنها سال جاری 66 هکتار باغات نو تشکیل شده، 82 هکتار باغ‌های کهنه برقرار کرده شدند. حالا حاصلناکی باغ‌های ناحیه نسبت به سال 1991 7.5 برابر زیاد شده است. این البته کاری خوب. ناحیه اش کلانترین ناحیه باغ پرور است. از همه زیاد صادرات میوه از ناحیه اش هم کار کرد هم تر و تازه صادرات کرده ایستادند. این هم کاری خوب. هم جای کاری هم درآمد اهالی هم بالا رفتن سطح و صفت زندگی مردم. در ناحیه اش سال 2023-24 85,000 تن میوه استحصال شده است که از آن 8,000 تن میوه تر و تازه و 1,500 تن میوه خوش مستقیما از ناحیه به خارج کشور صادرات گردیده است. بار دیگر تاکید میکنم که در شرایط بسیار حساس جهانی معاصر باید با مسائل استفاده ثمرناک آب و زمین و گرفتن 2-3 حاصل و با این وسیله تامین نمودن طلبات اهالی مملکت با محصولات آزقواری اهمیت جدی ظاهر کرده شود. از این لحاظ ضرور است که جهت با اصول آبیاری قطرگی وسیع برآمدن تجربه کشتی زراعت‌های گوناگون راه اندازی سری وقتی کشتی تکراری زراعت‌ها بخصوص در میدان باغات و با این وسیله زیاد نمودن
حاصل زراعت‌های کشاورزی تمام ذخیره و امکانیت‌ها سفربر کرده شوند. تکرارا تاکید می‌سازم که با مسائل ذخیره نمودن محصولات غذایی از جانب هر یک عائله و صرفه‌کاری در همه سمت‌های زندگی شهروندان خصوصاً در استفاده نیروی برق اهمیتی ضروری داده شود. همچنین هرچی بیشتر برآمدن کارکرد محصولات کشاورزی و با صادرات برآوردن محصولات نهایی از جمله مسائلی میباشند که باید تحت نظارت دائمی قرار داشته باشند. با تشبس‌های سازنده صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه و ساکنان ناحیه اشت در 8 ماه سال جاری 122 کیلومتر راه‌های داخلی با مبلغ زیاده از 50 میلیون سامانی تعمیر و تجدید کرده شدند. امروزها راه‌های داخلی دهه گلشن که در مسافه 20 کیلومتر با صفت بلند تعمیر گردیدند مورد استفاده ساکنان قرار داده شدند. این عمره، این کاری ثواب، این کاری خیر، آب برآوردن، راه بنیاد کردن، دست یتیم را گرفتن، با یک محتاج کمبیزات کمک کردن، یک مؤسسه تعلیمی، این ثواب نیست؟ با وجود کارهای نظررسی تا امروز عملی گردیده رهبریت ناحیه را ضرور است که جهت استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی و تطبیق چاره‌بینی‌های 5 ساله رشد صنعت منبعد نیست با اهالی جامعه از جمله با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران ناحیه همکاری سودمند را ادامه دهند. در محل‌های اهالی نشین سر اهالی جا کردند کار که مردم همونجا با کار جلب کرده شد. خانه و دری حولی قطعانه درست کنید در 3 سال، 4 سال، 5 سال با نقشه گیری نوبت به نوبت درست کنیدتان برای خودتان، برای فرزنداتان از این دنیا بهره برین. جای خوابی خودتان درست کنید، حولی دری خودتان درست کنید، جای مواد غذایی داشته باشین، جایی که چاروا دارین علایده باشه، جای خوابی فرزندها باشه. ما خردسال بودیم میرفتیم میدیدیم وقتی عید و یگان چیزا میشید دیها میرفتیم بعد بیدر آمدیم حولی را چه نمیخیر بود بیدر آمدن. ما در دیها 2 کاتگوری آدم ها را میدیدیم که خانه و دری بسیار زیبا تازه و آزاده داشتند. یکم خانه همشیر شوکت دکتر طبیب، دوم خانه آموزگار. از دروازه از دیوالش در آمدند مثل یک باغ است. در همان زمان منصبدارای کارکنای پرتیوی سویتی در خانه‌شان ارچه میشوند. حساب ارچه میدونید که خانه منصبدارا است. اهالی شیشته رئیس محله دارین دیگر دارید مصلحت کنین. هستن عائله‌هایی که سرپرست ندارند. معیوب است یا اینکه هستن نمیخیل مادرایی که زورشان نمیرسه. در بین 2-3 سال نوبت قطعی خانه ها را میتونیم تعمیر کنیم بگیریم ثواب زیاد. حساب فطری روزه عید قربان همه میشه قربانی میشود کار ثواب. اگر شریعتیش هم بگوییم در آیات کلام ربانی آمده است صدقه و خیرات بکی. انا اونجا تاجیکی در نوشتگی هم قرآن تاجیکی هم 3 مراتب چاپ کرده تحصیل کرده. گیره خانه چی گفتگی است؟ اول نزدیکان، مسافران، نیازمندان. پانغاز یک جماعت دیاته که کوهستان در بالای سنگ کود است. من اروپا را دیده بودم. من اروپا را در این پانغاز دیدم. مکتب ساختن در بالای سنگ کوه بلندی. اون مکتب در تاجیکستان نیست. مؤسسه‌ای که خودش خوانده است. خودش بنیاد کرده است. با صاحب معارف توفیق کرده است آموزگار و مکتبی خودش تحصیل کردگی.
50 گکتار دیگر باغ بنیاد کرده است در اختیار آموزگارا داده است که اینا معلومه اینجا شما از همین باغ اینا نگاه بکنین ایشا به همین میوهش میفروشین خیلی با ما خودم میخرم شما مبلغ گرفته برای اسباب و انجام خانیش با سر و لباس و معاش خودتون استفاده برید کوچه و محله که وای بینیاد کجو کلیبیشان زیاد بالای سنگ و کوه و دیگر خانه و در مردم دیگه را نگاه کنم یک کوچه نی من خانواده محمیاد فکر کردم من در اروپا هستم این همی تجربه را در دیگر نایای اش جاری کردن در کار و میگه تاریخی 6000 ساله داریم ما ملت فرهنگی هستیم و عقل منا استفاده بریم برای هیچ کس نه برای خودمان این انا بشد انا میخیل بعد از نسل به نسل میگذرد همین جشنی بیش از 6000 ساله ما جشن نوروز بین المللی یک هدفش انا همین است زیبایی پرستی تازه کاری فرزندامون عادت میکند اونس میگیرند میبینن پدر چیکار میکنن مادر چیکار میکنن از خردسالی زندگی مستقلانه را کی تیار کردنش نکن پدر و مادر حاضرین گرامی در دوران صاحب استقلالی برای تامین نمودن رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه اش و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم از حساب همه سرچشمه ها بیش از 3.7 میلیارد سومانی مبلغ روانه کرده شده است در ناحیه جهت تجدید و بنیاد انشاءات ساحه‌های معارف و تندرستی برقرارسازی شبکه‌های آبرسانی رشد ساحه کشاورزی نگهداری راه‌ها و ساختمان خط انتقال برق 12 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 310 میلیون سومانی عملی گردیده حالا در این سمت تا تطبیق با 3 لایحه دیگر ادامه دارد که مبلغ عمومی در دایره آنها از خود شده بیش از 10 میلیون سومانی را تشکیل می‌کند در این دوره از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری 35 مؤسسه نوی تعلیمی و بیناهای علاوگی برای بیش از 14,000 خواننده ساخته و استفاده داده شده است. تنها در سال جاری ساختمان 4 بینای مؤسسه تعلیمی و بینا و سیبخانه‌های علاوگی برای 2600 خواننده با مرام ادامه داشته تا امروز یک چند انشاءات نوبنیادی ساحه معارف مورد استفاده قرار داده شدند. با وجود دستاوردها در ناحیه ضرور است که برای باز هم بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات آماده کردن کادرهای بلند اختصاص آموختن زبان دولتی تاریخ و فرهنگ باستانی خلق تاجیک بالا بردن ذوق و رغبت خوانندگان با آموزش فنهای طبیعی و ریاضی تکنولوژی‌های اطلاعاتی و از خود کردن زبانهای خارجی باید توجه اولین درجه ظاهر کرده شود. اینچنین باید صفت تحصیلات و کسب آموزی در مؤسسه‌های تحصیلات کسبی این ناحیه بهتر کرده شده اختصاص هنرهایی که برای بازار مهنت ضرورند تأسیس داده جهت با شغل تامین نمودن ساکنان ناحیه چاره‌های علاوگی اندیشیده شد. طی سالهای صاحب استقلالی در ناحیه اش 26 مؤسسه تندرستی ساخته و استفاده داده شده است. اما در ناحیه مسائل حل طلب ساحه از جمله تعمیر طلب بودن بعضی مرکز بنگاه‌های سلامتی دیهات کارناشایان بودن تجهیزات آنها و نارسایی کادرهای ساحه بخصوص طبیبان به نظر می‌رسند که اندیشیدن تدبیرهای علاوگی را تقاضا می‌نماید. با در نظر داشت سعی و تلاش وطن دوستانه صاحبکاران و اهالی ناحیه اش یک مسئله مهم را خاطر نشان می‌نماید. شما خوب می‌دانید که مسئله با مؤسسه‌های تا مکتبی فرا گرفتن کودکان یکی از مسائل مهم نظام تعلیم و تربیت میباشد. بنابراین شما بار دیگر نمونه نشان داده تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی
در هر یک دهه کلان برای فرزندان و نبیرهای خودتان یک مؤسسه تا مکتبی و برای همدیارانتان یک بنگاه طبی بنیاد کنید. در جماعت‌های کلان، در محلات دههای اهالیشون که اهالیشان خیلی زیاد است، حتما هم مرکزی سلامتی و هم یک تولدخانه خود در پهلوی این باید باشد، حداقل برای 8 کات 10 کات که مردم سرسان و سرگردان شده از راه‌های دور برای تولد به کسالخانه نایل نیاید. شما اگر همین کار را کنید و مشاهده میکنید که در مدت کوتاه چقدر مشکلات و مسائل از بین میروند، چقدر آدمان صاحب جای کار میشوند و زندگی مردم چگونه تغییر مییابد. همچنین ضرور است که در 2 سال آینده، یعنی تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی، در ناحیه باز 15 کارخانه نوی صنعتی یا استحصالی بنیاد کرده شود. من میدانم که شما صاحبکاران وطن دوست و مردم باننگ ناموس ناحیه‌اش برای انجام دادن این کار امکانیت و مهمتر از همه غیرت و همت دارید. همچنین تاکید می‌نمایم که وظیفه مهمی رهبران و فعالان ناحیه گسترش بخشیدن کارها در بین اهالی با مقصد پیشگیری کردن گرایش جوانان و حزب و حرکت‌های رادیکالی و اکستریمیستی، ظهورات بیگانه پرستی و عنعنه‌های نامطلوب میباشد. همزمان با این با هوشیاری و زیرکی هدایت کردن جوانان و در رویه صداقت به خلق وطن و احترام و ارزش‌های ملی تربیت کردن آنها از جمله وظیفه‌های مهم به شمار می‌رود. وابسته به این رهبران و مسئولین ناحیه را ضرور است که در همکاری با مقامات حفظ حقوق و با جلب وسیع ساختارهای کار با جوانان، زنان، پدر و مادران و فعالان جماعت‌های شهرک و دهات جهت پیشگیری کردن جنایتکاری بخصوص در بین نورسان و جوانان منتظم چاره‌جویی نماید. خاطر رسان می نمایم که همه شما از کمبودی و مشکلات روز 9 مارس در سخنرانی رهبر دولت با نمایندگان اهل جامعه و خادمان دین بیان گردیده خبر دارید. من اندیشه های خود را دایر به این مسئله چند روز پیشتر در روز دانش نیز بیان داشتم. اجرای دستور سپارش های داده شده و برطرف کردن مشکلات و کمبودی ها در نوبت اول وظیفه شما رهبران و فعالان می باشد. زیرا هر یکی شما به واسطه با مردم کار میکنید. ما و شما باید همیشه شکرانه صاحب دولت و صاحب وطن و صلح و آرامی را به جا آوریم. مردم از جمله نورسان و جوانان را برای درست و آبادکاری و سازندگی هدایت و راهنمایی کنیم. سرمایه‌گذاران و صاحبکاران و رهبران کارخانه و کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی ولایت از جمله ناحیه اش در نوبت خود باید جهت عملی گردیدن هدف‌های عمومی و اجرای وظیفه اجتماعی خویش تأسیس جایهای کاری برای همدیاران خود من بعد نیز جهد و تلاش نمایند و فعالیت خود را برای رشد و پیشرفت کشور و بلند برداشتن مقام تاجیکستان عزیزمان روانه سازند. از فعالیت شما استحصال کنندگان محترم و صاحبکاران پیشرفت و آبادی وطن و بالاروی سطح و صفت زندگی مردم وابستگی زیاد دارد و در این جاده پرمسئول برایتان کامیابی های روزافزون آرزو می‌نمایم. بار دیگر ساکنان ولایت سوخت ناحیه اشت و شما حاضرین گرامی را به افتخار 33مین سالگرد استقلال دولتی صمیمانه تبریک گفته و هر یک ساکن ناحیه برای عملی گردانیدن هدف و آرمان‌های نیک برای موفقیت و خانه آباد و روزگار پرفیض آرزو می‌نمایم.
دائما خوشبخت و پیروز باشید همدیاران عزیز. کوشش کرده ایستادیم که سطح و صفت زندگی مردمون را باز هم بلندتر برداریم. زندگی مردم هم قدر خوب باشد، دولت هم قدر رشد میکنه، ترقی میکنه. شامل شدن بعضی افراد با حزب حرکت‌های تروریستی اینا پیش روشه گرفته مونده کن. تامین ولایت قانون، ساختارهای حزبی خوب کار کنین. مردم بی‌آزاری یک کس نکرد. مردم همونه که شایکاری کند، تجارت کند، بیهوده و باهوده مداخله نکنین. حتی مکتبات سنجش‌های بیهوده‌تون را بحث کنین. آموزگار است. السلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت. من میر احمد و فیروزه، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 61، برنده جایزه آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است و اشتراکچی آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت می باشم. محترم پیشوای معظم ملت، شما با قدرت عقل و ذکاوت، عدل و خیرات و استعداد مردم سالاری نیروی بزرگ خلق را در سیاست دولتداری خیش واقعیت بخشیدید. خلق در سیمای شما قهرمان جانفدای خیش را شناخته تکیه به قدرت و استعداد دولتداری سروری خود نمود. امروز ما افتخار از آن میکنیم که سیاست خردمندانه شما که با چهره و سرشت معنوی خود استقبال جهانی گرفته است، که استقبال جهانی ملت تاجیک و دولتداری ملی تاجیکان است. کلام شما پیشوای ملت در بزرگترین و بلندترین منبرهای جهان صدای ملت تاجیک است که در فضای سیاسی جهان با غرور افتخار، با کمال شایستگی طنین انداز می شود. محترم جناب عالی، هرگاه کتاب چهره‌های ماندگار را ورق زده زندگی و کارنامه شخصیت‌های سرسپرده ملت را می‌خوانم، در چهره این بزرگان سیمای شما چون بنیادگذار دولتداری متمدن، ابرمرد خیرات و سیاست، پیش نظر چون طلوع آفتاب ضیابخش جلوه‌گر می شود. با تقدیم کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов و اقدام نوبتی تقدیم شاهنامه بی‌زوال حکیم فردوسی در صاحب معرفت نمودن جامعه و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی چون طلوع آفتاب نوربخش دیده و دل را منور نموده ما را سبق می دهد که در عرصه زندگی امروزه نیز قهرمان‌های کارزار زمان را به وایه رسانیم. بخصوص در سال جشن‌های بزرگ ملی 33 سالگی استقلال دولتی، 30مین سالگرد قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان و اعلان گردیدن سال 2024 سال معرفت حقوقی، رسالت ماست که جوانان را در روحیه وطن دوستی و میهن پرستی تربیه نماییم. محترم جناب عالی، نسبت ساحه معارف از روزهای تحکیم پایه‌های استقلال دولتی توجه و غمخوری‌های زیاد شما بودند که امروز نسل نورس با بهترین شرایط در مکتب‌های نو زمانوی تحصیل می‌نماید. در این روند بلند برداشتن مقام آموزگار که در سخنرانیتان در روز دانش بیان نمودید و زینه به زینه بالاروی مزد معاش از ماه ایول سال 2024 یک باره تا 40% زیاد گردیدن معاش آموزگاران یکی از سمت‌های سیاست معارف پرورانه شما می باشد. ما مردم سربلند اشت با شکرگزاری از زندگی آسایشته
و شایسته خویش به شما پیشوای معظم ملت که در سخاوت بالاتر از حاتم، در عدل و خیرات بزرگتر از نوشیروان هستید، تمنا میکنیم که با سعادت و سربلندی تا جاویدانها رهبر و راهنمای ملت تاجیک باشید. رخشنده چه خورشید اندر سمای ملت، پرتافشان به عالم کردید لوای ملت. با ملتی برومند در هر کجای عالم، شکرانه میکنیم ما با پیشوای ملت. با توجهتان سپاسگزارم. سلامت باشید. سلامت باشید. معلم چند سال شد آموزگار هستی؟ سابقه کاری 33 ساله دارم، لیکن 25 سالش آموزگاری. احسن. السلام علیکم. اساسگزار صلح وحدت ملی، پیشوای معظم ملت جناب عالی. سلام علیکم. من زیلاب‌الدین مقصودجانوف، راهبر کارخانه صنعت اشت می باشم. برای مایان باعث افتخار است که امروز در عرفه جشن مقدس استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با شما ملاقات می نماییم. 2 سال قبل بهر بنیاد کارخانه های صنعتی ریسندگی و جوراب بافی سنگ اساس گذاشته شده بود با همراهی شما و خوشبختانه امروز با اشتراک بی‌واسطه شما به فعالیت آغاز نمود. برای چنین غمخواری و دستگیری های پیوسته از نام ساکنان ناحیه اشت و علل خصوص از نام خودم منتداری صمیمی اظهار می نمایم. زیرا محض دستور هدایت های شما بود که در ناحیه چنین کارخانه های عظیم صنعتی بنیاد گردیدند. بنیاد این کارخانه ها برای رشد ساحه اقتصادی اجتماعی، غنی گرداندن بودجه ناحیه و به جایهای کار دائمی تأمین گردیدن ساکنان ناحیه مساعدت می نماید. محترم جناب عالی، در قطار بنیاد این کارخانه ها به ما امکانیت فراهم آمد که در داخل کارخانه باز کارگاه های دوزندگی و پایافزالدوزی بنیاد نماییم. از توجه غمخواره های شما ما صاحبکاران روح بلند گردیده در نزد خود مقصد گذاشتیم که در آینده باز 4 کارگاه استحصالی از جمله کارگاه قطعه های پلاستیکی، کارگاه رنگبار ریسمان، زواد اسفالت براری و کارخانه استحصالی متا بنیاد نماییم. محترم جناب عالی، همه این اقدام هایی که ما صاحبکاران ناحیه به نقشه گرفتیم در زمینه تشبث شما اعلان گردیدنی سالهای رشد صناعت عملی گردیدند. افتخار میکنم که تاجیکستانیان و پیشوای رادمرد و راهنمای ملت دارم. به بخت ملت وطن سربلند و سعادتمند باشد. تشکر. سلامت باشید. شماره با کارکرد اساس زیاد کن. همین خیلی نقشه. که بانها بیشتر در خانه هستند، در نزدیک خانه شما آمده کار کنند، یک معاش برای فرزندانشان، برای خودشان. این کاری ثواب است. از این یک کاری ثواب دیگر نیست. ما حاضر دیدم اکثریت کلان سالان روزگار اویله‌داری مجبور میکنند که کار. انا برای همین هم فرزندان خون بی سواد نمانه. سپارشی که من دادم 15 کارخانه را که رئیس ناحیه، شما رئیس ولایت، صاحبکارا را دیگر رفیقاتان را جمع کنین، کدام نمودی چی مانده است کار نکرده در ناحیه امکانیت هست. برای جای کاری تاسیس دادگیتان یک جان تشکر. من هر شما را پدرتان خیزد از جات. من اول آمدم بسیار لاغرچوب خراب خزان لوکو حوض دگشتی سی همونجا. امروز آمدم لکه با قوت بردن رو سرکه میاد لبی حوض ماهی بازی دارد، چنگل کن ماهی میگیرد، تماشا میکنه. مرغاوی را تنه دروی وایده گشته ایستاده است. میره اونجا ریستورانی از ماهی قریب 10-15 نمود تمام تیار کردگی اشتیان هست میشه.
میای ایجاد فرمای پرنده پروری ای تریزا نگاه میکرد که چجور کلانش دست اون سو میگذاره که یک گو گساله کرده اصابش آرام آسان هزار جای کاری هزار اویله حساب کنین 6,500 آدم نان میخورد اما محصولاشو گویی آسان انسان بسیار خاکسار فرزندای تربیت کاگیت رحمت سلامت باشید یک جان تشکر ثنا خوانم منان مرد خدا را صداقت پیشه و عهد و وفا را وطندار و بجان دلسوز ملت نگه دارنده استقلال ما را رسید ای پیشوا اقبال نصرت ز ایزید نور رحمانی شما را رحمت سلام علیکم پیشوای معظم ملت با کمال احترام شما را پیشوای معظم ملت را به زادگاه شاعری کلاسیک معدنی پانغازی راوی ناتکرار شعر عجم محمود واحد و وارثان کاوه آهنگری اشت کهن بنیاد خوش آمدید. سلامت باشید جان تشکر من ظفر احمد سابقه دار ساحه ورزش پرچم برداری وطنی محبوب می باشم. باعث سرفرازی است که در عرفه جشن بزرگی 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر پیش روان ساحه های مختلف کشورمان با مکافات دولتی مدال خدمت شایسته قدردانی گردیدند. برای چنین قدردانی به شما پیشوای معظم ملت منتداری صمیمی خود را بیان میکنم. یک جان تشکر. محترم جناب عالی، در تاریخ نوین ما 3 اندیشه با حرفهای زرین جاودانه نقش بستند. اینها اجلاسی تاریخی و تقدیرساز 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و قصر ارباب، صلح تاجیکان و نام شما پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان. شما معرفکر ملت و دولت تاجیکستان در جهان معاصر هستید و ما افتخار میکنیم که سران بزرگترین دولت‌های جهان شما را اجر میگذارند و جانبدار سیاست سطح جهانی شما میباشند. سرفراز گردیدن شما با مکافات‌های عالی دولت‌های بزرگ جهان و محبوبیت شما در بین مردم عالم باعث افتخار و سرفرازی ما مردم تاجیکستان است. برای ما ورزشکاران نیز باعث افتخار است که در دایره برگزارگردی نخستین چمپیونات جهان آید به گشتنگیری که در آن 62 کشور عالم شرکت ورزیدند و شما پرزیدنت محترم تاجیکستان ما پیشوای معظم ملت یک دلانه پرزیدنت افتخاری فدراسیون بین المللی گشتنگیری انتخاب شدید و از نام کل ورزشگران ولایت سوخت شما را به این دستاورد بزرگ صمیمانه مبارکباد میگویم. با اقدام و تشبس‌های شما در کشورمان
هدف‌های استراتژی رشد ملی عمل میکند که یکی از آنها این صنعتی کنانیدن کشور بوده. این روند در ولایت عزیزمان نیز با مرام تطبیق گردیده ایستاده است. سفر کاری نوبت شما و افتتاح یک چند کارگاه کارخانه‌های صنعتی برای مردم سربلند ما واقعی فرحبخش و تاریخی گردید. افکار دلپرکننده شما پیشوای معظم ملت که وطن ما را بغیر از من و شما کسی دیگر آباد نمی‌سازد، امروز شعار مردم تاجی گردیده. آبادی راه، محل، موضوعهای تاریخی، جاهای جمعیتی امروز باعث افتخار و از آینده نیک و درخشان بشارت می‌دهد. آر ناموس وطنداری که جناب عالی با را تاکید میکنید، تکرار به تکرار میگوید در قلب پاک مردم تاجیکستان جای گرفته است و این آریت و مهر وطن را آباد میسازد. جسارت، متانت، وطن دوستی، دلیری، شجاعت و محبت را ما از شما آموختیم پیشوای معظم ملت. هر باری که شما جناب عالی در برآمدهایتان محبتتان را نسبت خلقتان با ماندن دست و قلب و با جمله زیبای من شما را صدقاً دوست می‌دارم افاده می‌کنید، سرور وطنداری وجود ما را فرا می‌گیرد. با شعار روافزا و افتخارانگیز تاجیکستان به پیش، هر روز در هر کران عالم به دست آوردها شرفیاب می‌گردیم. ما نیز شما را صدقاً دوست می‌داریم محترم جناب عالی. و باز هم با محبت به وطن و دستاوردهای بیشتر میگوییم تاجیکستان به پیش با پیشوای معظم ملت. سلامت باشید، سلامت باشید. احسن، رحمت، 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 رحمت. سلامت باشید، سلامت باشید. سلامت باشید، سلامت باشید. یک جا تشکر. سلامت باشید. نوروز بین المللی کردیم. گوشتین ملی هم بین المللی شد. شش مقام هم بین المللی شد. فلک، آشی پلاو، سرز، قریب صدها این شد. همین است رسالت روبر دولت سازی. ما اکنون دولت ساخته ایستادیم، دولت جوان. گرچه تاریخی بسیار بای غنی قدیمه داریم. در این جاده فرزندان بسیار صادق به وطن خودت اشاره کردی، در اصل همین است. صادق، دلیر، غیور، جسور، از هیچی ترسیدن در کار نیست. یک کاری خیر، یک کاری ثواب، یک لحظه نفس غنیمت، یک ساعت و دقیقه که اینه بیشتر روی زمین ما دیده ایست با مردم سر و کار داریم، میبینیم دیگر خرسندی میکنیم، نان میشکنیم، نان میکنیم، با هم هستیم، وطن داریم، دولت داریم. دیگر چی لازم برای انسان؟ همش میگذرد. یک نامی نیک میماند، یک کاری خیر میماند، یک کاری ثواب میماند اون چیز. یک باغ، یک نهال، یک چناره که 500 سال پیش شناندن تا این روز مردم یادش میکنند. جوانان را برای چی میگم تربیت کردم و در کار؟ نورسان و جوانان این آینده ملت هستند، آینده دولت ما هستند. هستی مانم من از او 16 فراموش نکردم. حتی مرا داده بودن که بعد 2 هفته این بچه جوان را میکشن. های تغییر هم بوده است. 6-7 مراتبه سویقست کردن،
تازه همون آهنا از خاک‌های همون در بدن است همون زخم‌های جنگی شهروندی باقی ماندن احسن به پدر و مادر من هم رئیس نهایی که پدرش هم تربیت کرده فرزنده این صاحب کاری که حالی در پیش ما برآمد کرد این کارخانه ها را بنیاد کردن یک شخص چقدر کاری نکرده میتونه چقدر مردم صاحب کار صاحب جای کار صاحب نان صاحب زندگی که چقدر رحمت نمیگوید چقدر خدمتاشون قدر نمیگوید اگر هر یک کسی ما با خود سوال بتیم که امروز من برای وطنم چیکار کردم برای دولتم دولت از تن و رهبر دولت نیست وطن همه ما کلی مردم تاجیک است خرد و بزرگ ما رو وظیفه من خدمت کردن وظیفه دیگر نداریم کنستیتوسیا و سوگندی من یاد کردم دست بالای و مونده همین است نمیشناختن تاجیکا را شما درست گفتید حتی در سابق شوروی نمیدونستن نه اینکه بیرون امروز شکرانه تاجیکستان اعضای سازمان های کلی بین المللی برابر با قدرت ها یک آواز داریم امروز نه اینکه تاجیکا را میشناسند دولت تاجیکانه امروز پیشنهادهای ما در عرصه بین المللی اعتراف گردیده تمام دنیا در این پنجم پیشنهادی ما بین المللی گشت و در عرصه بین المللی یکی از مسائل گلوبالی آب است امروز تاجیکستان که تشبثکار است پیشصف است از ما مسئولیت میپرسند از ما دائم در سازمان ملل سخنهای منشی سازمان ملل متحد شنیدید یعنی تاجیکا را اینو در عرصه بین المللی میشناسند احترام میگذارند ما برای خودمان برای نسل‌های آینده وطنمان آباد کردیم آینده تاجیکستان درخشان است من از مردم برآمدم من دیخان پدرم دیخان جان مردا صاحب کارای ناحیه اشت ولایت سوق عموما من فکر میکنم که در بین 2 سال ماندگی بازم ناحیه را زحمت میکشن آبادتر میکنن بنیاد میکنن میسازن شرایط زیست زندگی مردم را سبکتر میکنن آسانتر میکنن جاهای کاری میکنن همین است وطنداری همین است دولت سازی بنیاد کردن سلامت باشید السلام علیکم محترم پیشوای عظیم ملت من محمد جان خلیلوف سابقه دار مهنت آموزگار 80 ساله می باشم خوش آمدید نور دیده تاج سر سلامت باشید سلامت باشید معلم ما مردم ناحیه از آن افتخارمندیم که هر یک سفر شما به ما در سمت سازندگی آبادکاری روح بلندی شادمانی و الهام تازه میبخشد دستاوردهایی که امروز در وطن عزیزمان تاجیکستان از جمله ناحیه اشت در 33 سال استقلال دولتی به دست آمده است من با هدایت راهنمایی و دستگیری غمخواری بیننده شما عملی گردیدم محترم جناب عالی من با روح بلندی از اقدام تشبثهای شما آبادی گلگشکی تاجیکستان عزیز را دیده حالا هم در مکتب با شاگردان درس آدمیت محبت به وطن و صداقت به پرزیدنت کشور را می‌آموزانم. رحمت. در مدت 58 سال فعالیت آموزگاریم هزاران شاگردان را برای راست و با معرفت بلند تربیت نمودم که امروز در ساحه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی کشورمان فعالانه مهنت می‌کنند. برای من شرفی بزرگ است که با جانبداری از سیاست معارف پرورانه شما محترم جناب عالی در آزمون‌های تاجیکستان آیین تاریخی ملت و علم فکری حکومت اشتراک کردم جای افتخار امسال فضا گردیدم. احسن. باعث افتخار است که در سخنرانیتان در روز دانش پیشنهاد نمودید که مکافات پولی برای غالبان آزمون‌های بالازدید 100% زیاد کرده شود. بله. از این غمخواری توجهتان به علم معرفت اظهار سپاس می‌نمایم. سلامت باشید. از دستاوردها خیلی شاد و مسرور میباشم. همزمان از این تشبث‌های پیشوای معظم ملت روح بلند گردیده کتابخانه شخصی خود را با نام کاشانی پیرو تأسیس دادم که دارای 4000 کتاب بوده از آن آدمان کتاب‌ها استفاده میبرند زیرا علم دانش مهمترین دلانگیزترین
و ضرورترین دارایی در حیات انسان است. محترم جناب عالی، غمخواری های دستگیری شما ما ساکنان ناحیه را وظیفه‌دار می‌سازد که باز هم پرمسئول‌تر حواله نموده جوانان را در روی وطن دوستی، آداب اخلاق حمیده، دوست داشتن وطن، حسی بلند خودشناسی و خودآگاهی تربیت نماییم و بخشی مردم کشور عزیزمون همیشه صحت سلامت و سربلند و راهنما باشید. محترم پیشوای معظم ملت. احسن. آزمون کدامش اشتراک کردی؟ محترم پیشوای ملت در دو آزمون اشتراک کردم: تاجیکان آینه تاریخی ملت و این فروغ معرفت. 80 ساله در آزمون اشتراک کردن این کاری آسان نیست. آزمون برای تنها کودکان نیست، برای جوانان نیست. احسن. دوستان عزیز، یک جهان تشکر. 33 سالگرد استقلالیت دولتی را جشن میگیریم. بار دیگر من شما را تبریک و تهنیت میگم. با شما پیش از همه سلامتی، خوشبختی، تینجی امانی، صلح و ثبات کامل، وحدت ملی را آرزومند هستم. بگذار همین خدای تعالی هر آرزوی و امیدی که در دل و نیتتان دارین نصیبتان گرداند. خوشبخت باشید، سلامت باشید. در دایره دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، سروزیر مملکت قاهر رسولزاده